سلام، به کیو دی خوش اومدید. امروز قراره که به سوالای شما جواب بدم، چه توی دایرکت، چه توی کامنت ها و هر جایی که از من سوالی پرسیدید. از وصل نشدن به بازی، تنظیمات صدا، مشکلات استیم و یوپلی تا کلی سوال دیگه. پس بریم برای سوال اول. سوال اولی که پرسیدید در مورد اگزیت لگ و اینکه میگید که درست کانکت نمیشه. بچه‌ها آخرین گزینه اگزیت لگ یه بخشی به اسم پکت ریدایرکشن. اگر دیدید که کانکشنتون درست نیست و به مشکل خوردید یا درست کار نمیکنه، برید اون بخش ریدایرکشن رو عوضش کنید و روی دو تا حالت بتا و لگسیش تغییرش بدید. مشکل بعدی اروریه که استیم بهتون میده و میگه که فایل بازی رو براتون پیدا نمیکنه. این مشکل مستقیما از کانکشن اینترنت شما به استیم و گیمتونه و رفعش خیلی ساده است. فقط کافیه که دی ان اس درست حسابی بزنید. دی ان اس های مختلف تست کنید. اگه جواب داد که اوکی، از همون دی ان اس از این بعد استفاده کنید. اگه هم جواب نداد، میتونید از ویتوره استفاده کنید و روی حالت پروکسی مود بذاریدش و خود به خود این مشکل رفع میشه. یک زیلگی یه ماهه گرفتم، بعد واردش کردم و همه چی ردیف و اینا. فقط سامان جان، من 5 ماه پیش که ویدیو گذاشته بودی تنظیمات رو با توجه به ویدیو چیندم رفت جلو و خب اشتراکم تموم شد و دیگه استفاده نکردم، خیلی گرون بود. بعد الان برگشتم دارم خب وصل میشم، روی سیج ایکس آن کردم، تنظیماتش رو اعمال کردم، اروپا گذاشتم، ولی ادوانسد ستینگش کلا دیگه بالا نمیاد. یعنی یه دونه یوز لوکال داره، اون یوزرم آن آف میکنی هیچ اتفاقی نمیفته. کلا گزینه‌هایی که توی ویدیو میگفتی 5 ماه پیش دیگه توشون نیست. حالا با آپدیت اینجوری شده اینا رو نمیدونم. بعد موقع لانچ کردن بتله اذیت میکنه، نمیذاره بریم داخل گیم. اینم بچه‌ها باز اول از همه که موضوع اینترنت خودتونه. موضوع بعدی بحث تنظیمات درست اگزیت لگ. یه نکته‌ای که خیلیاتون رعایت نکردید، توی اگزیت لگ در حال حاضر ما هم رینبو 6 سیج رو داریم، هم سیج ایکس رو داریم. حتما واسه رینبو سیج ایکس رو اضافه کنید و توی اون بخش ادوانس ستینگ نیاز نیست چیز خاصی رو بزنید. قبلا این سری تنظیمات داشت که مثلا یوبیسافت و اطلاعات یوبیسافتتون رو مستقیم لود کنه، ولی الان این گزینه رو چون نداره اصلا ادوانس ستینگ هیچی نمیخواد بزنید. ولی اگر دیدید که به مشکل دارید میخورید و مثل حالا این رفیقمون درست وصل نمیشه و چیزای این شکلی، به غیر از یو دی پی تون حتما یه دونه تی سی پی هم بذارید که این اطلاعات رو بتونه براتون منتقل کنه. یه عده با اکانت فیک دختر میان دایرکت میدن که مثلا ببینن که من زودتر جواب میدم. نمیدم آقا، من جواب اینجوری نمیدم. یه نکته بچه‌ها، یه چیزی در مورد دایرکت ها بهتون بگم، اصلا ناراحت نشید از دست من. به خدا ببینید الان از دیروز من الان نزدیکترین دایرکتم مال 2 دقیقه پیشه و ناگهان این یه اسکرول آزاد داره هنوز میره. این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا اسکرول کردم رفتم پایین. خب کلی آن رید این وسط و الان رسیدم به 18 ساعت پیش. دایرکتاتون فوق العاده زیاده و اصلا خود اینستاگرام باگ میخوره، یکی در میون بهم نشون میده. یه وقتایی مثلا یهو میرم میبینم یه دایرکتی مثلا برای 3 ماه پیش اومده بالا تبلیغ بوده، مثلا تا حتی اینطوریه. اگر سوالی دارید، همیشه گفتم کامنت های استوری هام و کامنت های پستام، مثلا پست های جدیدم، بهترین جایی که سوالاتتون رو بپرسید. مطمئن باشید قبل از که اون سوال به ذهن شما برسه، به ذهن خیلی های دیگه رسیده و حتما از من پرسیدن و منم حتما برای اینکه همه شما به جواب اون سوال برسید من ویدیوشو گذاشتم. یه کوچولو توی اینستاگرامم یا توی یوتیوبم بچرخید، قطعا جواب اون سوالاتون رو میگیرید. حتی شده مثلا من تو خیلی از ویدیوها مثلا دارم در مورد اگزیت لگ صحبت میکنم، یه سری سیستم رو، یه سری روش در مورد کاهش پینگ گفتم، مثلا دارم در مورد همون اینترنت 5G صحبت میکنم، یه سری چیز در مورد اینترنت‌های دیگه هم گفتم. یعنی در کل تو ویدیوهام اگر میبینید که مثلا موضوع ویدیو میتونه توی یه هیته باشه با سوالتون، قطعا جواب سوالتون رو دادم. سوال پرسید در مورد تنظیمات گرافیکی سیج ایکس، میگه که چی میذاری؟ آقا یه نکته من بهتون بگم، من اینو خودم چند روز پیش متوجه شدم. لوترین تنظیمات گرافیکی سیج ایکس برابر با تنظیمات حالت مدیوم رینبو 6 قبلی. یعنی اگه شما الان مشکل FPS و چیزهای این شکلی دارید، تمام تنظیماتتون رو کامل بذارید روی لو، مشکل رفع میشه. حالا کلا تنظیمات گرافیکی و اینا رو دوباره حتما براتون میذارم چون دیگه الان واجبه گذاشتنش، ولی در کل بدون همه چیز رو لو بذارید، هم کوالیتیتون اوکیه و مثل قدیم خیلی خمیری نیست دیگه هیچی، همین که مشکل FPS و ایناتون رفع میشه. اینترنت چیه؟ بچه‌ها من 2 تا اینترنت در حال حاضر دارم که به زودی قراره سویچ بشه و ویدیوشو براتون میذارم که چی کار دارم میکنم و چی داره میشه. اینترنت TDLTE رسپینا رو دارم که فوق العاده است، 2 ساله دارمش، ازش راضیم، هم واسه گیم هم هر چیز دیگه ای، هم از نظر قیمتی خیلی مناسب و خوبه، هم از نظر کیفیتی. مودمم مودم ZLT X28 که یه مودم 5G و TDLTE فوق العاده است، با یه قیمت متوسط تو بازار ایران آنلاک شدهش میتونید بخرید. برای کارهایی که خیلی خورده جدی‌تر
تره و مثلا اینترنت قوی تر بخوام، سیم کارت همراه اول، سیم کارت خط عادیمو میندازم توش و اینترنت 5G میگیرم. 5G فوق العاده است، هم از نظر پینگی، هم از نظر سرعت دانلود و آپلود درجه که در حال حاضر اینم، ولی به زودی سویچ میشه و یه دونه اینترنت میشه. سوال بعدی در مورد رپیتیشن سیستمه. این رفیقمون بچه‌ها یه عکس برای من فرستاده، خب 107 تا پوینت منفی رپیتیشن داره. خب اوکی، یه بخشیش مثل همین تصویر سر ابندون ها داره میخوره. آقا بذارید یه چیزی ما همینجا بهتون بگم بچه‌ها، اصلا نمیخوام اینطوری باشه که بگم باید این کارو بکنید، ولی یه فکتیه که باید بپذیریم. خیلی سال پیش زمان جهرومی صحبت این بود، میگفتن که اینترنت برای گیمرهای ایران یه حالت اشتراکی طور میشه و گیمرها باید یه هزینه‌ای به صورت ماهانه پرداخت کنن. به صورت خیلی رسمی و مثلا حرفه‌ای این اتفاق نیفتاد، درسته، ولی باطنی این قضیه پیش اومده. تو اگه بخوای مدیوم یه گیم استاندارد بزنی، الان قطعا یه عده دوباره میگن که نه ما که مشکلی نداریم و اینا. باشه، شماها جزء استثناء هستن، ولی به صورت عمده بخوایم در نظر بگیریم، اگر بخواید راحت گیم بزنید تو کمترین حالت یه اینترنت مثل همین، مثلا یه TD-LTE دیگه، حالا تو بدترین حالت بگیم مثلا معمولی میخواید، ADSL اینا که اصلا مرخصه، رهاش کنید، اصلا کثافت محضه. ولی دیگه تو بدترین حالت TD-LTE میخواید که خودش نزدیک یه 5-6 میلیون هزینه براتون برمیداره. حالا این میگیم دائمیه، اوکی. یه سرویس کاهش پینگ میخواید، یه گیراپی، اگزیت لگی، چیزی، اپ های ایرانی بچه ها به درد نمیخوره. حالا برای یه سری جواب میده. منم نمیخوام بگم که آشغال اصلا من هیت، نه، تا زمانی که خوبش هست. چرا این؟ اگه برای گیم زدن میخوای وقت بذاری و به نظرت ارزش داره، بگیر. الان منطقی باشیم، 500 تومن پول یه دونه پیتزا. اوکی، خیلی‌ها شاید مثلا تو برنامه ریزی مالیشون نباشه که یه همچین چیزی بگیرن، ولی خب گیراپ هست یا اصلا اگزیت لگ و گیراپ هر دوشون اکانت های هکی دارن. من هیچ وقت تشویق به انجام این کار نمی‌کنم کسی، ولی خب دیگه شرایط دیگه هست. اگزیت لگ هکی هستش که با 200,000 تومان میتونی ماهانه بخری، هر ماه باید اکانت تو عوض کنی. و اینکه الان هم که اگزیت لگ، هم گیراپ هم اگزیت لگ با دیسکورد توی قرارداد 3-4 ساله رفتن و از این بعد شاهد تخفیف‌های سنگین توی اگزیت لگ هستیم سر اینکه از دراپ‌های دیسکورد میتونن بگیرن. در نهایت اگر قراره که یه گیم نیمه حرفه‌ای، اصلا نمیگیم فوقه، نیمه حرفه‌ای متوسط رو به بالا میخواید بازی کنید، عملاً یه حق اشتراکی ما به عنوان یک ایرانی باید پرداخت کنیم، اونم خرید VPN یا سرویس کاهش پینگ درست حسابیه. عمده این مشکلات رفع میشه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این رپیتیشن سیستم به خاطر ابندون خیلی رفته بود بالا و خراب شده بود. چرا ابندون میخوریم؟ آقا ما یهو نتمون قل میشه، IP عوض میکنه، یه لحظه کانکت دیسکانکت میشه. چون IP عوض شده، یوبیسافت ما اجازه کانکت شدن به سرور رو نمیده. حتی برای من گهگاهی ممکنه پیش بیاد، نمیگم اگه اگزیت لگ بزنید پیش نمیاد، ولی مثلا من در طول سیزن یک بار اینطوری شدم. اونم سر چی؟ اینترنتم قطع شده، مثلا رسپینام قطع شده، اومدم سوئیچ کردم رو همراه اول، یعنی کلا سیم کارتو عوض کردم. سر اون خب آی پی سوئیچ شده و به مشکل خوردم. ابندون میخورید به خاطر اینکه آی پی داره عوض میشه. آی پی رو چی ثابت نگه میداره؟ همین سرویس های کاهش پینگ، چون دیگه تو به یه آی پی مشخصی وصل میشی و وقتی که لفت میخوری دوباره میتونی جوین بشی. این مشکل اول ابندون ها. خب پس سعی کنید از یه اپ کاهش پینگ استفاده کنید، یا دیگه اصلا تو بدترین حالت یه دونه سرور نپستر بگیرید. من رفیق خودم محمد آنلاین داره میفروشه، بچا آیدیشو براتون میذارم اگه خواستید برید بخرید. سرور نپستر اینطوری که به یه آی پی مشخص وصلتون میکنه. حالا نسبت توان اینترنتتون، حالا هر چقدر دیگه پینگ و اینا ممکنه بگیرید، ولی آی پی تون یکیه. 200 بار هم دیسکانکت بشید دوباره کانکت میشید. هزینه‌اش هم خب قاعدتاً از اگزیت لگ و اینا خیلی پایین‌تره، ولی حالا براتون میذارم. هم اگزیت لگ میتونید بخرید از G4A4 که اسپانسره، هم میتونید برید از محمد رفیق خودم سافت‌تر بگیرید یا اصلا ویتوری تون مود، هر چیزی حالا بهش پیام بدید خودش راهنماییتون میکنه. این موضوع ابندونش، خب این رفیقمون فرندلی فایر هم خیلی زیاد داره، ولی کلا بچه‌ها اگر توی رپیتیشن سیستمتون خیلی منفی گرفتید و شما رو از رنگ زدن و چیزای این شکلی بند کرد، تنها راهتون اینه که 100 مچ به صورت یک بچه خوب، آقا مهربون با شخصیت برید و کویک مچ بزنید دیگه. یعنی تو بدترین حالت کویک مچ بزنید که تعداد مچ های پوزیتیوتون بره بالا که این منفیه رو کنسل کنه. حواستون هم باشه به ازای هر یونیت منفی 3 تا یونیت مثبت باید بگید. یعنی اگه یک مچ رپیتیشنتون یه دونه منفی گرفت، 3 مچ باید بزنید به صورت مثبت
که اون منفی رو حذفش کنید. دقیقاً این کنکوره. یه عده میگن روش کاهش پینگ برای کنسول بگید. اگزیت لگ روی کنسول نیست، ولی برای بچهای کنسولی گیر آپ رو داریم. گیر آپ به این صورته که حالا من درست باش کار نکردم، ولی به این شکله که شما توی موبایل لپتاپ یه همچین چیزی گیر آپ رو ران میکنید، گیم مورد نظر، همه کارهای عادیشو انجام میدید، بهتون یه آی پی میده. اون آی پی رو وارد کنسولتون میکنید و خیلی راحت وصل میشید به سرور گیر آپ و میتونید بازیتون رو با پینگ پایین و بدون جیتر و پکت لاس و لاتنسی و این داستانا بازی کنید. پس اگر کنسولی هستید، چه ایکس باکس چه پلی استیشن، گیر آپ باید بگیرید. گیر آپ رو هم باز میتونید از سایت G4A4 با کد تخفیف سامان سایت خیلی راحت و با تخفیف خریداری کنید. سوال بعدی باز راجع به اگزیت لگه و اینکه بعد کدوم مدل رو بخرید. بچا برید اگه اگزیت لگتون رو قدیم دارید، برید تو پروفایلتون و ببینید که ریژنتون ایرانه یا نه. اگر ایران بود که موقع خرید بر ریژن ایران بخرید. اگر نیست گلوبال باید بخرید. و اگر اکانتتون فرش نوع یا اصلا حتی اگه میتونید یه وی پی ان برزیلی، مکزیکی، آفریقایی جایی پیدا کنید بزنید، چون تقریبا 100-150 تومن پایینتر از قیمت اگزیت لگ گلوبال و ایرانشه و یه اکانت با اون آی پی بسازید و از اگزیت لگ آفریقا استفاده کنید. فکر کنم آفریقا، مکزیک و برزیل بود. یه دو تا کشور دیگه هم بود، سنگاپور هم فکر کنم توش بود. چه دی ان اسی میزنی بچه‌ها؟ دی ان اس من در حال حاضر کلاد 9 میزنم. اگر میخواید که یه اپ خیلی راحت واسه دی ان اس داشته باشید که به مشکل نخورید و همه دی ان اس ها رو بتونید درجا تست پینگ بگیرید، ببینید کدوم وصل میشه کدوم وصل نمیشه و چیزای این شکلی، من اپ دی ان اس جامپر رو براتون توی کانال تلگرامم گذاشتم. میتونید خیلی راحت اونو برای ویندوزتون دانلود کنید و یه لیستم از دی ان اس های ایرانی توش گذاشتم. میتونید خیلی راحت وصل شید، تست بگیرید و یه اپلای ساده میزنید. اگر هم کنسولی هستید میتونید لیست دی ان اس های خارجی رو مثل گوگل، کلاد 9، سکیور، DYN، کلاود فلر، ببخشید گفتم کلاد 9، کواد 9 میتونید اینا رو بزنید. سکیور دی ان اس هم فوق العاده است، هم یکش هم دوش. اینا رو امتحان کنید. اگر جواب نداد دیگه بیاید داخلی، حالا الکترو، رادار و شکن، اینا اصل کاریاست. بعدش هم که دیگه برید ترکیبی‌ها و کاستوم‌ها و چیزای این شکلی. آقا بچه‌ها یه نکته دیگه ای بگم. لامصبا رمبو چیه؟ شما چرا یه حجم زیادی از دایرکت های من وقتی راجع به رینبو صحبت میشه میگید رمبو فیلمه، کرکتره، اصلا یه چیز دیگه است. این رینبو رنگین کمان اصلا what the fuck. خیلی من اینو هر سری میبینم یکی تو دایرکت میگه رمبو، فشار میخورم. رمبو چیه بابا؟ دهنت سرویس، بخون حروفو. ام کجای اون قرار گرفته که میگید رمبو؟ نکنید این کارا رو، خدا لعنتتون کنه. چه کاری آخه؟ یه حجم زیادی هم در مورد کچل کردن نظر دادید تو دایرکت ها، بهم گفتید که حالا خوب شده و چیزای این شکلی، ولی یه عده نامرد گفتن شبیه عزیز محمدی شدید. من کدام شبیه اینه؟ نامردا چه حرفی آخه؟ ولی دمتون گرم، خیلی انرژی خوبی گرفتم ازتون که گفتید خوبه و بهت میاد و اینا. ولی بچه‌ها مهم در اومد، می‌بینید سیاه شد دوره. یه حجم زیادی کلا از بعد از دوران جنگ تا الان چوسی ناشتا میان تو دایرکت من. ما که وصل بودیم بازی کردیم و اینا. خب باشه بابا، تو بازی کردیم، ما چه؟ در مورد ویدیوی قبلیم اینترنت 5G هم توی کامنتش بهم گفته بودن، هم توی دایرکت اینستاگرام بهم چند نفر گفتن. من اونجا گفتم که پوینت تو پوینت بهترینه و اصلا حرفی توش نیست و این داستانا. بعد از اون فیبر نوریه. خیلی اومدید گفتید که زر زیاد نزن، شما چرت و پرت نگو، فیبر نوری بهترینه فلانه. از اون بهتر FTTH مخابراته. در حال حاضر باز هم میگم شماره یک اینترنت پوینت تو پوینت. دلیلش چیه؟ پوینت تو پوینت هزینهش بالاه ولی امکان اجرا و نصب توی اکثر نقاط شهر و خارج از ایران رو داره. مثلا خود اسپینا کلی پاپ سایت تو شهرهای مختلف و تو استانهای مختلف داره و شما عموما تو هر شهری میتونید پوینت تو پوینت بگیرید. از نظر کیفیتی، سرعت و تمام این داستانا خیلی بهتره، نامحدوده. قیمتش رو میتونید ذره بالانس کنید برای خودتون و اوکی دیگه. رادیویی و چیزهای این شکلی به روزتره، جدیدتره. ولی FTTH که من میگم حالا شماره 2 به این دلیله که FTTH بچه‌ها محدودیت مکانی داره. شما نهایت، من اینو همین دوباره امروز صبح زنگ زدم پرسیدم، نهایتاً 1.5 کیلومتر میتونید از
مرکز مخابراتیتون دور باشید و FTTH رو بگیرید. اگر بیشتر از این دور باشید بهتون نمیدن این سرویس رو. یه موضوع اینه، یه موضوع هم اینه که اصلا با اینکه نزدیکیت ممکنه انقدر اون مسیر کابل کشی حالا محدودتون پیچ و پیچ باشه که اصلا به شما نرسه. یعنی مثلا 1 کیلومتر فاصله دارید ولی نزدیک 2 کیلومتر کابل تو زمین کشیده شده تا برسه به شما. باز هم سر این قضیه ممکنه که بهتون ندن. به خاطر همین FTTH میاد دوم، یعنی خیلی محدود به مکانه ولی پوینت تو پوینت خیلی دستش بازتره و بهتره. یه کوچولو یه اسنیک پیک هم میدم به قضیه جدیدم. اینترنت جدیدم قرار پوینت تو پوینت باشه. در مورد سیستم صدا پرسیدید. الان شده لو داینامیک و های داینامیک. های داینامیک همون نایت موده، لو داینامیک همون های فای. های فای یعنی از همون لو داینامیک برای کسایی که میخوان اکولایزر تنظیم کنن، های داینامیک برای کسایی که اکولایزر تنظیم نمیکنن، هندز فری دارن و چیزهای این شکلی که با نایت مود خیلی بهتره واقعا براشون. اگر میبینید که سیستم صدا داره اذیتتون میکنه و اگر هدستتون سیستم اکولایزر و این چیزا داره و یه سری مودهای استاندارد داره، قطعاً میتونید از حالت استاندارد یا گیمینگش استفاده کنید. اگر ریزر دارید میتونید از تنظیمات THX کامپتیتیو استفاده کنید. فوق العاده است. من خودم دارم الان استفاده میکنم و راضیم، درجه‌ای که حرف نداره. ولی اگر حالا یه خورده پیش بره 100% تنظیمات صدا و اینا رو خیلی بیشتر و بهتر توضیح میدم. همین فکر کنم بچه دیگه کافیه. بیشتر از این دیگه خسته کننده میشه و تایم ویدیو زیاد میشه. اگر سوالی بود باز تو کامنت های همین پست ازم بپرسید، قطعا جوابتون میدم. دمتون گرم که ویدیو رو نگاه کردید، دمتون گرم که حمایت میکنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.